علی شاکری هستم با مرکز صلح در دانشگاه UCI ایرواین. بخش امشب چی هستش آقا؟ مسئله تجمع بچه‌ها در شهرهای گوناگون جهان، تقریبا 80 شهر جهان، اینه که برای همدردی با جنبش سبز ایرانه. جنبشی است که در اصل هم آرامه و هم مداومه و هم مقاوم. این در اصل خواستای خود رو از طریق قانونمند و از طریق تحقق انسانیت و کرامت انسانی رو داره پیش میبره. این جنبش سبز قبل از مسئله انتخابات به وجود اومد و ادامه داره و خبری که هفته گذشته شنیدیم اینی که حکومت راستا سبز علوی اعلام کردن. قبلا که میگفتن جنبش سبز محکوم و کسی نیست، حالا وقتی که دیدن برندش خوبه گفتن ما علویشو اعلام کردیم. همیشه در جهان هر وقت چیزی مداوم و مقاوم ادامه پیدا میکنه سعی میکنن بدلیش هم درست میکنن. به نظر من این جنبش و این خواسته ها و این کسایی که در خارج هستن میخوان که تحقق خواستهای مردم ایران در همچه روزی که 30 سال پیش روز اشغال سفارت بود، نه با تکرار اون حرکت ها بلکه با راه دوستی، احترام متقابل با کشورهای جهان از جمله آمریکا راه خودشون ادامه بدن. یعنی پیامشون اقتدار درونی از راه مشارکت ایران برای همه ایرانیان و در برون احترام متقابل با کشورهای جهان باشه. امشب اینجا ما جمع شدیم که از تظاهرات مردم برای 13 آبان در ایران برای صلح و دوستی با تمام دنیا و مردم آمریکا به اصطلاح از اونا حمایت کنیم. دنبال چی میگردیم امشب؟ ببینید این یه جنبش سبزیه که دنبال چیزی نمیگردیم. این حرکت شروع شده و خودشو حتی برای حکومت ایران تثبیت شده و قبول کردن این جنبشو، حتی تا اون حدی که امروز اومدن یه سازمانی به نام سبزای علوی درست کردن که اگر واقعا تعدادی داشتن اینا میادن یه پیراهن دیگه انتخاب کنن که نیروشون نشون بدن و میخوان به این طریق کردیت از نیروی جنبش سبز ایران بگیرن. ببینید مردم ایران خیلی ساده است، دیگه خسته شدن بعد از 30 سال دنبال آزادی، دموکراسی، کار، امنیت و میخوان واقعا یه نفسی بکشن مثل تمام مردم دنیا و این خواسته اصلی شده. علامتی که شما داری امشب چی هستش؟ ببینید علامتیه که از ایران ما گرفتیم که عکس آقای مهندس میرحسین موسویه و نه شرقی نه غربی که در حقیقت یه شعاری هم پشتش هست که دولت سبز ملی. ببینید ایران الزاما دنبال آقای موسوی نیستن. آقای موسوی و آقای کروبی واقعا تا این زمان شهامتمندانه و شرافتمندانه با مردم دارن حرکت میکنن و امروز نماد این جنبشن، ولی رهبری این جنبش به صورت غیرعادی با یه استراتژی مشخص دست مردمه. به چه صورت هماهنگ میشه کسی نمیدونه و این زیبایی این جنبشه. ای رهبر بی غیرت عشق و صدای ملت، ای رهبر بی غیرت عشق و صدای ملت. خبر اینه که مردم اومدن اینجا به حمایت از مردم ایران برای روز 13 آبان و ضمناً برای خواسته مردم از CNN که خبرهای تو ایران رو بیشتر و انعکاسش بیشتر منعکس بکنه اتفاقایی که داره تو ایران میفته. امشب در رابطه با هیومن رایتس و در واقع آزادی و دموکراسی توی ایرانه. Democracy for Iran, freedom for everyone, freedom for everyone, democracy. Rod Baharlu, Win Television, Los Angeles.